سلام به آرمیای گلاسکی من. حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. بعد از مدت‌های طولانی من برگشتم و میخوام که قسمت 4 سریال 7 مافیای عاشق رو با هم دیگه داشته باشیم. توی این مدتی که نبودم کلی اتفاق واسم افتاد که باعث شد نتونم روی این سریال و ساختنش تمرکز کنم و از اونجایی که سناریو، ادیت و همه چیزش با خودمه، یعنی اینکه خودم باید بنویسم داستانشو و ادیتش کنم و عکس و اینا، به خاطر همین یه جورایی کار سخت برای من محسوب میشه و از اونجایی که من آدم یه جورایی میشه گفت کمالگرایی هستم، دوست دارم که همه چی پرفکت باشه و نمیخوام یه چیز الکی بذارم. به خاطر همین خیلی طول کشید و واقعا معذرت میخوام. توی این مدت کلی برای من کامنت و پیام گذاشته بودین که ادامهش رو بسازم و میدونم خیلی کار سختیه اینکه اینقدر صبور بودین. البته یه سریال دیگه هم که در حال ساختش هستم و چند قسمتش رو گذاشتم، سریال دبیرستان عشق و نفرت، اونم خیلی پیام داده بودید که ادامهش رو بسازم و اونم براتون قراره که بذارمش. واقعا شرمندم، یعنی اصلا روم نمیشه. و یه چیزی که من تصمیم گرفتم اینه که چون از آخرین قسمتی که گذاشتم، یعنی قسمت 7 مافیای عاشق، خیلی گذشته، به خاطر همین گفتم که به احتمال زیاد شما اصلا یادتون رفته که اصلا داستان چی بود و چی شد. خب چون که خودم هم داشت یادم میرفت. اگه دوست دارید خیلی مفصل همه چی رو بدونید، برید 3 قسمت رو نگاه کنید. اگه سرچ کنید توی یوتیوب سریال 7 مافیای عاشق، براتون قسمت اول، دوم و سومش رو میاره. بعد بیاید این قسمت رو ببینید. اما اگه حوصله ندارید یا اینکه قبلا دیدید و نمیتونید دوباره ببینید، به خاطر همین من تصمیم گرفتم که الان خلاصه اتفاقایی که افتاد و بگم و بعد قسمت جدید رو شروع کنیم. ببین، خلاصه سریال 7 مافیای عاشق این هستش که اعضای BTS 7 نفر هستن که با هم دیگه یه گروه مافیا رو تشکیل دادن. خب و حالا این 7 نفرشون عاشق یه دختره شدن که این دختره یه آرمیه و نقش اولش تو هستی، یعنی اینکه انگار خود تو داخل سریال داری بازی میکنی، اوکی؟ و باید خودتو بذاری جای دختره و باهاش همزاد پنداری کنی. همشون که عاشق این دختره شدن تصمیم میگیرن که این دختره رو بگیرنش و بیارن حالا نگهداری کنن، یه جورایی انگار زندانیش کنن و نمیذارن جایی بره و هر کدوم از اعضای BTS به نوبت وارد اتاق میشن و با این دختره صحبت میکنن. ببخشید یه لحظه نفسم گرفت، بذار نفس بگیرم. خلاصه میان هر کدومشون باید بیان با دختر صحبت کنن و یه کاری کنن که دختر عاشق اینا بشه و تهش این دختره خودش انتخاب میکنه که با کدومشون باشه. تا الان شوگا و جیمین وارد اتاق شدن و اینطوری بود که یه تایم محدودی دارن تا شوگا بیاد دختر رو عاشق خودش کنه و یه جورایی دختر خب بهش حس پیدا کرده بود. مجبور شد از اتاق بیاد بیرون و نفر بعدی جیمین وارد اتاق شد و جیمین هم خب دختر یه جورای عاشق شد و بهش گفته بود فکر کنم پیشم بمون و اینا، ولی جیمین نمیتونست پیشش بمونه و اینا و جیمین هم مجبور شد که بره و دختر حالش بد شد. و توی قسمت بعدی گفته بودم که قرعه کشی کردن و کسی که قرار بود بره رو بهتون نگفته بودم و گفته بودم که اول اسمش جیم داره و توی این قسمت قراره که کسی که اول اسمش جیم داره وارد اتاق بشه و اون کسی نیست جز جونکوک. پس الان نوبت جونکوکه که وارد اتاق بشه و بره با دختره صحبت کنه. فقط این که حالا بریم ادامهش رو ببینیم و قبلش یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایکش کنید و کامنت های باحال بذارید.